أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برادران و خواهران و بینندگان و شنوندگان محترم، الحمدلله که ما و شما از کتاب بناء الاطفال مختصر بناء الافعال، از این کتاب صرفی ما و شما 12 باب را گرفتیم و حالا باشد باب 13 را خواهیم گرفت از 22 باب صرفی. خب میبینیم که صاحب کتاب چی میگوید؟ صاحب کتاب در صفحه 10، هر کسی که این کتاب را دارد در صفحه 10 میگوید که الباب الثالث عشر، یعنی که باب 13. الباب الثالث عشر، باب 13 از 22 باب صرفی. لیکن این باب 13 این هفتمین باب ثلاثی مزید می باشد. باب هفتم از بابهای ثلاثی مزید. ما و شما یادتان باشد اگر گفتیم 22 باب صرفی، 22 باب صرفی به 4 قسم تقسیم می شد. یکمش 6 باب اول را ثلاثی مجرد می گفتن. این 6 باب را ما و شما خلاص کردیم و بعد از این 12 باب که این بابها را بابهای ثلاثی مزید میگویند که حالا ما و شما در هفتم باب ثلاثی مزید قرار داریم. و بابهای ثلاثی مزید گفتیم به 3 قسم تقسیم می شود. 3 بابش یک حرف زیادتی دارد و مثل اکرم و به مثل فرح و به مثل قاتل که یک حرف زیادتی دارند. و بعد از این 5 باب دیگر که 2 حرف زیادتی دارد به مثل این فعل، این کسر، الف و نون زیادتی، اجتمع، الف و ت زیادتی، و بعد از این احمر، الف قطعی یک حرف آخر زیادتی. این 3 باب. و باب 4 که ما و شما امروز خواهیم گرفت اون باب تفعل هست. پس از این 5 تا ما و شما این را بگیریم می شود 3 باب، می شود 3 باب یا می شود 4 باب، زیرا اینکه باب این کسره 1 2 حرف زیادتی دارد و باب اجتماع دوم اینم 2 حرف زیادتی دارد. باب احمر 3 تا شد، اینم 2 حرف زیادتی دارد و این 4 باب می باشد که 2 حرف زیادتی دارد. حالا می بینیم که اون حرفای زیادتی کدام حرفا می باشد. خب صاحب کتاب رو ببینیم چی میگوید. میگوید که وزنه الباب ثالث عشر، الباب الثالث عشر یعنی باب 13 از 22 باب صرفی و باب 7 از بابهای ثلاثی مزید. خب صاحب کتاب میگوید که وزنه تفعل یتفعل تفعلا. دقت بدید، تفعل یتفعل تفعلا. دقت دادید؟ پس در اینجا حرفای زیادتی کدام هست؟ ما و شما دیگر از وزن میدونیم که این ت حرف زیادتی است و این عین یک تاش زیادتی است. 2 تا عین است، یک تاش زیادتی است. پس در اینجا حرف ت حرف زیادتی است و اینجا 2 لام هست که یک لامش زیادتی است. پس این را ما و شما خوب میدونیم. خب وزنش میگه چیه؟ تفعل یتفعل تفعلا. موزونش باشد هم وزنی همین باب 13 تکلم یتکلم تکلمن. دقت دادید؟ تکلم یتکلم تکلمن. تکلم یعنی که گپ زد، گفتگو کرد. خب اکنون چی میگوید؟ میگوید و علامته، نشانه باب 13. از کجا ما بدانیم که این باب 13 هست؟ از چیش میفهمیم؟ میگوید که ان یکون ماضیه علی 5 احرف. میگه ماضیش حساب کنین 5 تا حرف دارد.
ببینید ماضی را اگر ما و شما حساب کنیم 5 تا حرف است. ت و حرف ف 2 تا و 2 عین قطع می شود 4 تا و این لام قطع می شود 5 تا. 5 تا حرف است. ببینید حرف تا و کاف 2 تا و 2 لام قطع چند می شود 4 و این میم قطع 5. فعل ماضیش میگه نگاه کن 4 تا 5 تا حرف دارد. فعل ماضی را که دیدی 5 تا حرف دارد پس میگه بدون که از باب چی است؟ از باب 13. لیکن این حرفا در کجا از چی طور است؟ میگه بزیادت تای فی اوله. نه که میگه در اولش نگاه کن میگه حرف ت زیادتی است. ببینید چطوری که ما خط کشیدیم که حرف زیادتی حرف ت است. میگه در اولش حرف ت حرف زائده است. یکم و دوم چی است؟ بزیادت تای فی اوله و حرف آخر من جنس عین فعله بعد فاء والعین. بعد الفاء والعین. ببینید و یک حرف دیگر میگه از جنس عینش. ببین عین 2 تا کردیم نه، از جنس عینش میگه آورده هستیم بعد ف و عین، یعنی که بعد ف و عین یک عین دیگه زیادتی آوردیم. در اینجا ده باشد لام عین باب کی بود لام 2 تا کردیم، یعنی از جنس همین خود عین. اینجا ده عین است عین میاریم، اینجا ده لام است لام میاریم. مثلا در این تحفظ ببینید در این تحفظ ف عین باب کی هست؟ ف را 2 تا کردیم. پس در اینجا حرف زایده ت و ف است. یک ف 2 حرف زیادتی دارد. چطوری که ما گفتیم 5 باب هست که 2 حرف زیادتی است. این چهارم انا همین 5 باب را که چهارمش که 2 حرف زیادتی دارد، یک ت و یک از جنس عین یک حرف زیادتی از جنس عین. خب اکنون بعد از اونه که برای ما و شما شناس کرده کن باب 13 را که ما با همین طریق میشناسیم، اکنون میگه که و بناؤه ساختی باب 13 برای چی است؟ عرب باب 13 را برای چی ساختگی است؟ میگه ساختش لتکلفی، ساختش برای تکلف است. اکنون صاحب کتاب در اینجا یک معنای مشهور میارد خلاص. چطور گفتیم که هر یک باب 10 15 20 معنا دارد، لیکن ما یک معنا 2 معنا یا 3 معنا میخونیم و خلاص. در کتابای بعدی ان شاء الله این معناها رو همش رو خواهیم خواند. لیکن در اینجا میگه و بناؤه مشهورترین ساختی باب 13 میگه لتکلف است. تکلف یعنی چی؟ تکلف معناش چیست؟ خودش صاحب کتاب بیان کرده است که و معنی تکلفی، معنای تکلف میگه همین است که تحصیل المطلوب شیئا بعد شیء، یعنی انسان به مطلوبش برسد آهسته به مطلوب به مقصد رسیدن، آهسته به مقصد که میرسی انا میره تکلف میگن. یعنی یک بار گرفتش نمیتونی آهسته میگیری، انا میره چی میگن؟ انا همین را تکلف میگن. نحو بیا از مثال خوبتر میفهمیم. نحو مانندی اینجا مثالش را بنویسیم، زیرا اینکه مثال مسئله با مثال واضح میشود. ببینید مثلا مثالش همین است که ببینید تعلمت العلم مسألة بعد مسألة. خب این مثال است. تعلمت العلم مسألة بعد مسألة. ما گفتیم که تعلمت از باب چی است؟ از باب 13. از باب 13 ما گفتیم ساخت بنای 13 برای تکلف است، یعنی که تحصیل المطلوب شیئا بعد شیء، یعنی به مقصدت آهسته رسیدن. بیاید اکنون همینجا که تکلف به مقصد رسیدن آهسته را ببینیم که آیا موافق میه یا نه. ببینید
تعلمت العلم، یاد گرفتم علم را، آموختم علم را، مسئلتاً بعد مسئله بعد مسئله. پس ببینید ما گفتیم که این برای آهسته آهسته به مقصد رسیدن است. یک انسان میخواهد که عالم شود، بداند. آیا همین کتاب رو بگیرد یک بار حفظ کرده میتواند؟ نه. وقت در کار است که یک صفحه میخونی، دو صفحه میخونی، از یاد میکنی، حفظ میکنی، آهسته آهسته با مرور زمان تو این کتاب حفظ میکنی که علم میگیری. تو علم آهسته آهسته میگیری. خب اکنون معلوم شد که اینجا تکلف بوده است، یعنی به مقصدت میرسی لیکن آهسته آهسته. مثلا در اینجا قلم ماندگی است، من قلم گرفتم میام قلم میگیرم، خلاص قلم گرفتم بر رفتم. اینجا تکلف نیست، یعنی که تحصیل المطلوب شیء هم بعد شیء، این نیست. به مقصدم با مرور زمان نرسیدم، اومدم گرفتم و بر رفتم. لیکن آیا من علم رو یک بار گرفتم میتونم؟ نه. برای علم وقت در کار است، تکلف، یعنی که وقت رو در بر میگیرد که با من به علم برسم. آهسته آهسته من بعد به علم میرسم. ببین تحفظ مثلا الدرس، ببینید تحفظ الدرس، در اینجا درس رو بنویسیم درس. خب تحفظ درس، حفظ کرد درس رو. آیا یک بار بخونه حفظ کرد همین طور است؟ نه. وقت میگیره، 5 بار میخونی، 10 بار میخونی، 20 بار میخونی تا اینکه درس را حفظ کرده بتونی. پس تحفظ همچنین برای تکلف بوده است که حفظ در انسان آهسته آهسته میرسد. یک باره نمیتونی تو حفظش کنی، آهسته آهسته انسان بعد حفظش میکرده است. دیدید؟ پس ساخت باب 13 برای چی بوده است؟ برای تکلف. تکلف یعنی چی؟ یعنی آهسته آهسته به مقصدت رسیدن. آهسته آهسته به مقصد. یک مثال دیگر میاریم و به همین این مثال رو به پایان میرسونیم. ببینید میگیم که تجرعت، ببینید تجرعت الماء، تجرعت الماء. دیدید؟ تجرعت الماء یعنی چی؟ یعنی شربت الماء جرعة بعد جرعة، یعنی نوشیدم آب رو کم کم. آیا انسان مثلا یک ظرف در آب بگیرد یک بار چپش میکند؟ نه. یعنی که آهسته آهسته میخورد، شاید 5 سکند، 10 سکند، 1 دقیقه وقت بگیرد که انسان 1 لیتر آب رو بنوشد. پس انا همین وقت رو که میگیرد، یعنی به مقصد آهسته آهسته که میرسی، انا همین رو میگن چی؟ تکلف. پس تجرعت الماء معنایش که آب رو قطره قطره نوشیدم، یعنی که یک جای نه، قطره قطره. مثلا یک فرد گرفتم، مثلا دهنم رو پرت کردم و به داخل روانش کردم. ببینید تجرعت الماء یعنی که قطره قطره آب رو نوشیدم، یعنی که به هم تکلف شد، یعنی که به مقصد ما رسیدیم با مرور چی؟ زمان، با مرور وقت. خب این بود درسی 13 ما و شما و این هست باب 13. باب 13 انا همین طور می آید با وزن تفعل یتفعل تفعلا، وزنش تکلم یتکلم تکلما. خب اکنون بیایید اینجا سوال. اولا اعراب این را بیان بکنیم. در اعراب این، اعراب تعلمت العلم مسئله بعد مسئله، تعلمت فعل و فاعل است، یا میتونیم بگیم که تعلم فعل ماضی مبنی على السکون لاتصاله بضمیر متکلم. میتونیم اینطور الاتصال بالتاء الفاعل، بالتاء فاعلش میگیم ضمیر متکلم. خب تعلم تو چی است؟ تو ضمیر متصل مبنی على الضم في محل رفع فاعل، العلم مفعول به. اکنون مسئلتن رو دو اعراب کردن و ما حق داریم که بنده در اینجا یک تشریح نوشتم که مفعول به ثانی، این مفعول یکم است، این مفعول دوم است. یا میتونیم که این را بدل بگوییم از علم. این را بدل هم گفته میتونیم، جایز است. بدلی کل من بعض میتونیم بدلش بگیم. بعد مسئلتین بعد ظرف است و مضاف است و مسئلتین مضاف الیه. این اعرابش است که بنده در اینجا این را جا کردگی هستم. خب
با این اعرابش خلاص شد. اکنون بیایید دقت بتید. تفعل، اگر که ما ت را بگیریم، ببینید حرف ت را اگر از بین ببریم بابی چند می شود؟ حفظ. بابی چند است؟ هر کسی که اگر بداند ماشاءالله، یعنی بابها در ذهنش است. وقتی که ما تاشا که بگیریم حاضر بابی چند است؟ 13 هست. وقتی که فقط حرف تا را گرفتیم میشه بابی چند؟ حفظ. حفظ بابی چند است؟ فرح، یفرح، تفریح. بابی چند بود است؟ بابی 8. بابی دویومی ثلاثی مزید، دویوم بابش است. لیکن در اولش یا ت را بمونه میشه بابی 13. بابی هفتم ثلاثی مزید میشود. دیدید؟ پس این رو دقت بتید. تفعلا، تفعلا، عین رو ضمه میکنیم در مصدرش. تکلما، زیرا که ما تفعیل داریم. تفعیل بعد عین یا میشود. بابی چند بود؟ بابی 8 مصدرش. فرح، یفرح، تفریحا میشد. ببینید تفریح بعد عین تفعیلا میشد. بعد عین حرف یا دارد. لیکن بابی 13 بعد عین حرف یا ندارد. پس این را دقت بتید. تفعل، تفعل، تفعلا، عین را ضمه میتیم. عین را ضمه میتیم میشود مصدر بابی 13. یعنی بگید که هم کس بگید که بابی تفعیل بابی چند است؟ میگیم بابی 8. بگیم بابی تفعل چند است؟ میگیم بابی 13. پس این نازکی را دقت بتید و این نازکی را از خود بکنید. خب این بود درس امروزه ما و شما بابی 13. اکنون بیایید میگذاریم به مشتقات 12 گانه که اینجا یگان مشکلی نیست. یعنی که زود مشتقات رو میگیریم. خب فعل ماضی چی بود است؟ تکلم. تکلم. تکلم یعنی که چیکار کرد؟ گپ زد، گفتگو کرد. تکلم پس 14 صیغه دارد، یگان تغییرات نیست. تکلم، 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 تکلمت، تکلمنا، تکلمت، تکلمتم، تکلمتم، تکلمتی، تکلمتم، تکلمتن، تکلمت، تکلمنا. معلومش با معجولش که تکلم، تکلم، تکلمو 14 صیغهش رو بگید. پس فعل مضارعش یتکلم. یتکلم. یتکلم یعنی که گپ میزند. یتکلم. یتکلمو پس 14 صیغهش یگان تغییرات نیست. یتکلم، یتکلمون، یتکلمون، تتکلم، تتکلمون، یتکلمن، تتکلم، تتکلمون، تتکلمون، تتکلمین، تتکلمون، تتکلمن، اتکلمون، نتکلمو 14 صیغه مجهول با معجولش که یتکلم، یتکلمون، یتکلمون 14 صیغهش رو بگید. پس اسم فاعلش چی میشود؟ متکلمون. متکلمون. متکلمون یعنی یا آدمی گپ زننده. متکلمون. متکلمون چی است؟ یک آدمی گپ زننده. 6 صیغه داره بگید. متکلم، متکلمون، متکلمون، متکلمتون، متکلمتون، متکلماتون. پس اسم مفعولش چی میشود؟ متکلم. متکلم. متکلم یا متکلمون یعنی یک چیزی گپ زده شده. اسم مفعول. پس 6 صیغه دارد. همچنین صیغه‌اش شما خودتون بگویید. پس فعل جهدش چی میشود؟ لم. لم یتکلم. یتکلم. لم یتکلم یعنی گپ نزد. 14 صیغه دارد. شما خودتون بگویید. پس نفیش لا یتکلم. لا یتکلمو. یتکلمو. لا یتکلم یعنی گپ نمیزند در زمان آینده. امرش چیه؟ تکلم. تکلم. تکلم یعنی چی؟ یعنی که گپ زن. تکلم. تکلم از فعل چی میگیریم؟ مضارع مخاطبش میگیم که تتکلمو. تتکلم یعنی گپ میزنی تو. تتکلمو. تتکلم معنیش چیه؟ گپ میزنی تو. پس از همین ما اسم فعل امر رو میگیریم. فعل امر رو چه خیلی میگیریم؟ آخرش نگاه میکنیم حرف سیه ساکنش میکنیم. ببینید ساکن چی میشه؟ تتکلم. ت یکمش حرف مضارعت است میگیریم. حرف مضارعت رو میگیریم میشه تکلم فعل امر. این ت است. ت اصل است. یعنی یک گرفتن میتونیم زیرا که این اصل باب است، اصل کلمه است. پس تکلم. تکلم فعل چی بوده است؟ فعل امر. یعنی گپ زن تو. بعد از این نهی است. نهی چی است؟ لا تتکلم. لا تتکلم یعنی چی؟ گپ نزن. لا تتکلم.
لا تتکلم یعنی گپ نزن. اسم زمان و مکانش همون چی است؟ اسم مفعول، اسم مشترک است. پس در اینجا 4 معنا خاطر میاد. بس اسم مفعول یعنی متکلمون اسم مفعول است، اسم زمان، اسم مکان، مصدر میمی. رنگ باب گذشته اسم فاعل نیست، اسم فاعلش متکلمونه. فقط در باب 12 اسم 5 چیز یک جا می آمد، چطوری که درس گذشته بیانش کردیم. پس اسم آلت از این باب نمی آید و اسم تفضیل از باب 13 همچنین نمی آید. پس این هست درس امروزه ما و شما و باب 13 و این را از خود کنید که این باب 7 از باب های ثلاثی مزید می باشد و امیدوار هستم که از این درس ها فایده به دست آورده باشید. پس در اینجا درس امروزه را با پایان می رسانم و تا درس آینده یک و یک شما را به الله تبارک و تعالی میسپارم. هر جایی که باشید سلامت و موفق باشید و الله یار و مددگارتان. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.